سلام حاجی دیگه سلام بسته برای ویدیوی اول. اصلا دارم 40 بار ویدیو گرفتم اصلا دیگه سلام بسته. بعد تقریبا هفته حالا این رو چکار کنیم. اگر بلد باشم تایتلی و تایمنلی اگر بزنم قراره بریم سور، قراره بچه بریم سور. حالا فعل هم چیشی بود. قراره امروز انفجار طعم ها صورت بگیره. حاجی این من نگفتن، اینو هوش مصنوعی گفت، تقصیر منی. خیلی مسخره بود ولی گفت به ما گفت قراره بریم سور. حالا در ادامه ویدیو میگیریم چون مادر ویدیو خوبی شد. اومدیم طبیعت که صدای طبیعت گنجش آقا بفهمیم اونجا دارن جاده رو درست میکنن، همش داریم صدای سنگ میفهمیم که هم بالا میفته پایین. خب این از یاسین نو حسین اوجوبه علی یالا این جوجه نمیشه. هرچی تونستم قاطیش کردم با یک این مواد دوم به من قرار نمیدونم چرا یه نفر فهمیدم ولی گفت که دوم به من رو آتش خش میشه ولی بدون گوش. دوم بارشی میتون اینه یاسین ظرف یاسین چون که یخه بابا درشون رو به سگ با نمیشه کار کردیم. نه دیگه بیار یه خوب شد بس نه واسه برد و در بیا دقیقا همینجا یکی چشم هسته میخوایم به این نشونتون بدیم. خب رسیدیم این ها رو نگاه نکن واقعا خیلی خفنه. از توی غار از آب در نیست نکن دارم میگیرم حسین از بین سن از لاش دارم حالا که هرکت آیستم خب رفتیم سراغ مرحله آماده کردم خودمون نمیدونیم داریم بچه اینا رو تکه میکنی. یاسین چه تغییری تکه میکنی؟ من هر چی بده خودمون نمیدونیم چه فایده داره. ایشالا که نمیسته تو آتش خدا میگه خب من هوش مصنوعی پرسی یه نمازی میخواستیم بس بخونیم مگه اینا میذاشتن نماز بخونیم؟ نه بابا مکانه هشتیم ما خواب بده خب رفتیم سراغ جوری چیز کنم بیا اینجا تو جوجه هرچی بگی ریختم جاش نیست ماست این هوش مصنوعی که نرم باشه خندو تو برم کده چیزی هوش مصنوعی نیفته جوجه رو به همین خندو برم کده دور اول نقا از حالا گیری نه قاینه قاینه چه کار کنی خب بکن چری اچیله آره خماره برش کن زوم بر آسینو یک کاری چی بکنی گیرم او باش بیرید
جوجه رو خودش چه کار میکنی؟ خودمون هم نمیدونیم بین هر سیخ جوجه یکی اینا میزنیم اینا رو که یا روشی مستی گفته که اینا تبلیغ کن اول عظمت کده اول علی اول عظمت کده اول ریدی یاسین نشتا این ماموریت چه کس ما نمیدونی چیکار میکنی بازم بچه بدی نکن بین هر سیخ توش مستی کن برای اینکه خوشگل بشه بینوش توش مصنوعی بینوش اینا میزنیم دوم برای نمیدونی چیکار کنی واقعا هم نمیدونی دوم برای چه قراره خراب کنی خدایی چیه؟ روغن دومه نکن روغنه اینجا رسیم دیگه علی جون مادر رو درستیم بگیم اول مادرم یکی خدا درستیم بگیم تو گوه نخور بیا اینو رو آتش صبر کن آقا اینو میره رو آتش اول فاصله بده قلو هم نگاه هم خسیف بسته نگاه بسته نگاه تو من اول فاصله بده من قلم کوچیکه اینا اول فاصله بده اینا میره روی آتش اینجا دیگه ویدیو سنش تو میشه قطع کنید چون بالاخره آماده شد ولی خدا وکیلی 2 کیلو جوجه خیلی شد صبر کن یه دوم به این نشونتون بدم پشماتون بریزه چقدر خوب ریدیم ولی خدا وکیلی اصلا برای نبودین دوم درست کنی اول فهمیدین کم پخته فشارش میدادین داشت روغن میچکید دیگه بچه اصلا واقعا ریدین چه گوی خورین دوم برسونین خدا وکیلی خالی من گوسفند کس بس دیگه فعلا بچه خدافظ لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه این دوم با یک سگ نمیخوره این دوم با یک سگ نمیخوره بچه چقدر ناخوشه چه گل خورید 200,000 تومان پول دوم دادیم وای کارا میخوره فعلا بریم Run. Run. ناموسن گو خوردن حاجی بعدا نو خوردن گو خوردیم اومدیم گل کو مثل سگ نو در گرفته حالا دیگه چه گویی کنیم حالا اون جسن قشنگی شده دل لردم آدم بسون جانش بود حالا این خب این هم از اولین ویدیو وسیله حالا جمع کردیم دیگه داریم میریم اینجا آشغالی هم هر چی تو جایی که تونستیم تو این پلاستیک جمع کردیم قانون مدار نه طبیعت مدار چیشی اهل طبیعت دوست این یک عجوب این بهترین عجوبه که میتونید باش آشنا بشید یعنی بچه ها میخواد حرکت سوپرمنی بزنه خب بچه ها ویدیو داره تمام میشه چیزی نمیخواد بگید لایک کامنت سابسکرایب زنگوله بغل تا هر وقت ویدیو گذاشت اصلا یوتیوبر مورد علاقت کیه بقیه اینجا بوخ میزنن این دهنوت
علی تو یوتیوبر مورد علاقت من علی نکن یوتیوبر مورد علاقت کیه؟ من خیلی حسین تو حسین اسم تو بازی اشتی بی تو که خب سعی کنم من نما کلی بگیرم اه برو چه باسا شبم لکو تو جی شدی خب بچه ها ویدیو داره تمام میشه چیزی نمیخواد بگید خداحافظ من خودم هم نیومدم تصویر